وقتی در روز قیامت ثواب انسان‌های صبر کننده را خداوند ادا می‌کرده است، اهل عافیت، انسان‌هایی که در دنیا رنج و مشقت ندیدن، اونها میگه چقدر آرزو و تمنا میکردن که ای کاش که پوسته‌های بدن ما به این قیچین‌ها پاره پاره میشد، چقدر رنج آزار و ناراحتی میدیدیم در دنیا، تا اینکه امروز خداوند ما را از این پاداش، از این ثواب بهره‌ور میگرداند. و این خاطر برادران بزرگوار من، باید من و شما حرکت کنیم که صبر کننده باشیم، حرکت کنیم که ای جمله انسان‌های صابرین باشیم. بهترین پاداش، بهترین ثواب، این ثواب صبر هست. و همین خاطر تمام انبیای خدا، تمام دوستای خدا امتحان و سنجش سخت از سر گذرانیدن. من و شما هم باشیم، یه یقین بدانیم که